روز 1 ایول سال 2022 در یک ساختمان در شهر کودروو نویه всеволожسک در کنار شهر سنت پترزبورگ روسیه هنگام کندن چقوری یا ترنشه یک شهروند 30 ساله تاجیکستان به چقوری افتاده زیر بار خاک مانده است و در نتیجه این جوان تاجیک در جای حادثه به هلاکت رسیده است. جسد او را برای تشخیص به مردهخانه بردند. قضیه را پلیس تفتیش میکند. تفصیلات دیگر فعلا دسترس نیست. تنها معین کردند که این جوان تازه 2 ماه پیش 29 اپریل از تاجیکستان به روسیه برای کار آمده بود و در شهر سنت پترزبورگ ثبت نام داشت و در ساختمان به حیث وصلگر یا منتجنک کار میکرد. حادثه ناخوش در خیابان ستریچلی بنوی 2 در پهلوی فرودگاه بزرگ دیبنکا و گیپرمارکت اشن روی داده است. در هفته جاری این تنها حادثه ناخوش برای مهاجران تاجیک در روسیه نیست. طوری قبلا خبر دادیم صبح 3 ایون سال 2022 بر اثر یک حادثه ناخوش در یک ساختمان در شهر ایرکوتسک روسیه 2 مهاجر کاری از تاجیکستان از بام یک بنای چهارقبته به زمین افتادند. یکی از نزدیکان این مهاجران به پایگاه خبری بامداد خبر داد که در نتیجه این حادثه ناخوش 2 بچه از دهه قلعه لب آب نویه تاجیکاباد محمدیار محمدوف سال تولدش 1994 و محمدوف میروب سال تولدش 1992 جراحت وزنی جسمانی برداشتند. متاسفانه محمدیار در راه به بیمارخانه بر اثر جراحت وزنی برداشتش جان به حق تسلیم کرده است. وضع میروب خوبتر است. او را در بیمارخانه بستری کردند. هر سال در روسیه به علتهای گوناگون و اساساً به سبب حادثه‌های ناخوش در جای کار و جای زیست تا 1000 مهاجر تاجیک اکثرا جوانان به زندگی پدرود میگویند. یعنی هر روز مهاجرت جان توسعه مهاجر تاجیک را میگیرد. خداوند همه مهاجر بچه‌های شهید شده تاجیک را رحمت و مغفرت کند.